من تازه از همون در بعد امروز هیچ کاری جز درس خوندن نداریم که انجام بدیم. میخوام بدون ادیت ویدیو بذارم، یعنی ادیتشون نکنم، خیلی خودمونی طور. خلاصه که بیام بریم درس بخونیم دیگه. کاری جز درس خوندن داریم؟ نه. از آنی که تو تصویر مشاهده نمی کنی تصمیم گرفت به غیر از درس خوندن اونجا کار مفید دیگه انجام بده، مثل شستن لباسا. همونجور که میبینید تلش انقدر زیاده که از لباسای تمیز تو کمدم بیشتر. برای شستن لباسا وقتشه که لیوانا رو از رو میز جمع کنیم تا یکم لیوانم تو آشپزخونه باشه. بخوام بهتون نشون بدم واقعا نمیتونم میز رو تمیز کنم به جز ظرفا، چون که بقیه رو همه رو میخوام، یعنی هر چی تو میزه رو الان برای درس خوندن میخوامشون، پس فقط ظرفا رو جمع کردم. اصلا به سروز من توجه نکنیم. ولی یه سوالی که چندین بار ازم پرسیده شده اینه که این کاغذه اینجا چیه؟ اینا یه سری نکته‌هایی از مثلا درسایی که میخونم که باگ دارم توشون، یعنی درست نمیفهمم یا نمیتونم خیلی کامل حفظشون کنم. اینا رو زدم روبروم که جلو چشمام باشه و بهم کمک کنه دیگه، مثلا هی مرور باشه برام که دیگه اون بایه از من گرفته بشه. خلاصه که این هم یه روش خیلی خوبه برای درس خوندن. حتما اگه توی چیزی باگ دارین این کار رو امتحان کنید.